و چه خیلی که گفتم شما در عبادت بزرگترینی است که نه به همه نصیب می شود. زبانتان همیشه ذکر باشد، همیشه دعا کنید. دعا هم بالاترین ذکر است. به هیچ چیز خودتون رو مشغول نسازید. یعنی از همان داخل هواپیما دعا رو شروع کردید و با همان لباس هایتان می آید، 7 بار طواف میکنید و یعنی از جهت حجر الاسود شروع کرده که راه بلد حتما همراهتان است، به شما میگوید بعد از 7 بار طواف کردن که در طواف چقدر خواهید دعا کنید، چقدر خواهید لبیک اللهم بگوید، چقدر خواهید استغفار کنید. همه اینها ذکر هستند، همه اینها برایتان جایز است. بعد از این 2 رکعت نماز میخوانید. بعد از 2 رکعت نماز اگر آب زمزم می نوشید و می روید به صفا و مروه که در همان نزد کعبه است. یعنی بین صفا و کعبه هم در نزد صفا دعا کردن، ببخشید صفا و مروه هم، و پیش مروه رفته در مروه هم دعا کردن که دیگر اون کوه ها نیست و دیگر می